انگشتر تاریخی مهر نادرشاه از کمپانی اسوتریک دیزاین در خدمت شما هستم. انگشتری که طرح روی اون در واقع نشان و سمبل خود نادرشاه بوده. اون شیر و خورشیدی که میبینید مهر و سمبل نادرشاه جنگجوی معروفیه که به قول خیلی از تاریخدانها بهش لقب ناپلئون پارسی ها رو دادند. انگشتر نادرشاه در واقع نمایانگر پادشاهیه که به عنوان آخرین عضو سلسله صفوی به قدرت میرسه و 300 ببخشید حالا من یه ذره اغراق کردم 200 سال قدمت میکنه و امپراتوری شامل ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق و ترکیه میشه. ادای احترامی بکنیم به این جنگجوی بزرگ تاریخ که با این انگشتر و طراحی بسیار زیبای کمپانی اسوتریک دیزاین یه نشونی هست برای تمام علاقه‌مندان به تاریخ ایران با طراحی بسیار مدرن در انگشتری که وزن اون 34 گرم هست، نقره استرلینگ خالص هست، ساخت کشور آمریکا.